الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على صفوة خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین. دوستان عزیز و گرانقدر، هر کجا که تشریف دارید خدمت شما بزرگواران عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت شما بزرگواران انشاءالله هستم برای پاسخ به پرسش های دینی شما عزیزان. دعا کردن زیاد سر نماز خوبه؟ دعا به صورت کلی یک عبادت هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن الدعاء هو العباده، یعنی یک عبادت کامل و تمام هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد دعا در نماز فرمودند که نزدیکترین حالتی که یک انسان میتواند با آفریدگار خودش، با الله متعال داشته باشد حالت سجده هست. و به این خاطر فرمودند فاکثروا فیها من الدعا، در حالت سجده زیاد دعا بکنید. فقمن ان یستجاب لکم، شایسته هست و امیدوارم که دعای شما قبول بشود. یکی از جاهای اجابت دعا هم در حالت سجده هست و بعد از یعنی قبل از سلام میتوانید دعا بکنید، بعد از سلام میتونید دعا بکنید، در وسط دو تا سجده دعاهایی که هست و دعاهای دیگری که در ابتدای نماز هست و بعد از رکوع هست. اینها در جاهایی است که مواردی که در سنت ثابت شده میتوانید که دعا بکنید، اشکالی ندارد. آیا قطرات منی در لباس باعث قبول شدن نماز می شود؟ اگر منظورتون از قطرات منی هست، منی تفاوت داره از به اصطلاح آب که هنگام تحریک جنسی از بدن خارج می شود کن اسمش مزی هست. اگر منظورتان مزی نجس هست، حکمش حکم ادراره، اما منی متفاوت هست. منی از دیدگاه جمهور علما پاکه، گرچه خب نظافت رو هر کسی دوست داره لباسش، ولو اینکه مثلا لکه فرض کنیم چایی هم باشه، انسان ولو اینکه پاک است از لباس خودشون رو میشوید و پاکش میکنند. اما از نظر جمهور عرض کردم که نجس نیست. بالفرض اگر لکه منی روی لباس باشد این مانع صحت نماز نیست. فرض کنیم یک لکه منی روی لباس بوده و شما وقتی که مثلا این لباس رو پوشیدید، این لباس رو به هم مالیدید و اون اثر منی از بین رفته و فقط یعنی همون لکه باقی مانده، عینش از بین رفته، در این صورت نماز جایز هست، اشکالی نداره. منتها بهتر و اولاتر این است که لباستون رو در واقع آب بکشید. اما قطرات مزی مثل ادرار هست، یعنی اون آب شهوت که هنگام تحریک جنسی خارج می شود، این نجس هست، حکمش مانند ادرار هست. اگر روی لباس باشه اون رو باید بشویید. منتها اگر خیلی ریز باشه، قابل دیدن نباشه، قابل پرهیز نباشه و قابل این نباشه که شما مثلا اونو ببینید و بشویید، در این صورت نماز خوندید، نمازتون از نظر شرعی اشکالی نداره، چون که این خیلی کم هست، نمازتون درسته. اگر پولی داشته باشیم و بگذاریم بانک به عنوان سودی، به نظرتون حرامه؟ این در واقع همون سود پول هست. همین صورتش این است که من به شما قرض میدهم، تفاوتی نداره که این پول رو شما به بانک قرض بدید، به یک مؤسسه قرض بدید یا به یک شخصی قرض بدید. صورت و حالت این مسئله همون حالت قرض هست. شما پولتون رو قرض دادید به بانک، بانک در مقابل یک چیزی به شما میدهد. این از نظر شرعی ربا هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم قاعده فقهی در این زمینه داریم که بنابر اصول و روایاتی که وجود داره کل قرض جر نفعا فهو ربا، هر قرضی که یک منفعتی برای قرض دهنده داشته باشه این در واقع همون ربا می شود. و این دقیقا همون سود مال هست، سودی که در زمان گذشته و در زمان جاهلیت بوده که وقتی که شما یک پولی رو دادید به یک فردی، در مقابل بیشتر از اون چیزی که به اون دادید از اون طرف تحویل میگیرید و این همون سودی هست که در اون زمان بوده و قرآن حرامش کرده. شوهرم 3 مرتبه به پیام به من طلاق گفت. آیا من طلاق شدم؟
اگر منظورتون طلاق پیامکی هست، ببینید امروزه پیام دادن، نوشتاری که امروزه که سواد مثلا زیاد است، این جایگزین همون تلفظ طلاق هست. نوشتن و کتابت و پیامه های به اصطلاح نوشتاری امروزه جایگزین گفتار هستند. منتها این جز الفاظ کنایه هست. اگر طرف مثلا این بوده که مثلا تو را طلاق بدهد، هدفش طلاق بوده، طلاق واقع می شود. اما اگر صرفا همینطوری نوشته طلاق، هدفش طلاق نبوده، در اون صورت طلاق نمی شود. تعویض طلا درست هست یا باید طلا فروخته شود و پولش رو بگیریم بعد دوباره طلا بگیریم؟ طلا یکی از اقلام به اصطلاح ربوی هست، مانند پول، طلا، نقره و برخی اقلام غذایی مانند گندم و جو و خرما و نمک و این گونه موارد، اینا جز اقلام به اصطلاح ربوی هستند که در شریعت اسلامی تصریح شده به اینها. طلا را وقتی که می‌خواهید با طلا عوض بکنید، از نظر شرعی باید مثل به مثل باشه، برابر باشه، دست به دست باشه، نقدی باشه. و این که به اصطلاح کم و زیاد باشه از نظر شرعی جایز نیست. راهش این است که شما طلا را اول بفروشید به همون طلا فروشی، به همون نرخی که توافق کردید، پولتون رو از اون پس بگیرید، دوباره با همون پول در همونجا میتوانید دوباره ازش خرید بکنید. درباره وفات حضرت بی فاطمه، شیعه مذهب درست میگه یا سنی مذهب؟ ببینید، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها، ما معتقد هستیم که مقام ایشان از مقام به اصطلاح شهدا بالاتر هست. ایشون صدیقه هستند، جز صدیقان این امت هستند و مقامشون حتی از شهدا هم بالاتر هست. در مورد شهادت حضرت فاطمه زهرا هیچ گونه روایت صحیحی نه از طریق اهل سنت وجود داره و نه از طریق شیعه. صرفا یک به اصطلاح ادعا هست و یک افسانه هست که هیچ گونه واقعیتی نداره و متاسفانه بسیاری از مسائل تاریخی یا حتی از جزئیات فقهی تبدیل شدن به یک سری مسائل سیاسی که حکومت ها از اونها پشتیبانی میکنند و حرف زدن هم در این زمینه شاید مثلا سبب مشکلاتی بشه. اما واقعیت علمی این است که حتی در میان کتب شیعه ما هیچ گونه دلیلی برای این که حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها به شهادت رسیده باشند، توسط کسی به قتل رسیده باشند، هیچ گونه دلیل و شاهدی در این گونه ما نداریم و جز یک سری به اصطلاح نقل قولهایی که به اصطلاح صدها سال بعد از اصل واقعه و از زمان حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها نقل شده، آن هم بدون سند و با 1001 به اصطلاح تضاد و اشکال. سجده سهو چگونه ادا می شود؟ سجده سهو همون گونه که از نامش به اصطلاح مشخص هست، در موردی لازم هست که شما سهوی رو در نماز مرتکب شده باشید، دچار سهو شده باشید، یعنی یک خطای اشتباهی در نماز شما صورت گرفته، الان شما میخواید اینو جبرانش بکنید. سجده سهو یعنی جبران اون نقصی که در نماز شما به وجود آمده. اسباب سجده سهو در نماز به صورت کلی 3 مورد هستند، یعنی در 3 مورد کلی شما باید در آخر نماز خودتان سجده سهو به جا بیاورید. مورد اول این است که شما در نماز خودتان یک چیزی را اضافه کرده باشید. در نماز یک چیزی را اضافه کرده باشید. فرض کنید در وقت نماز شما مثلا اشتباهی مثلا به جای 1 بار رکوع کردن 2 بار رکوع کردید، یا این که فرض کنید 1 رکعتی رو اضافه کردید، در صورتی که در نماز یکی از اعمال نماز رو شما تکراری که در اصل تکرار نیست، شما بیشتر از اون حد اینو انجام داده باشید. این یک مورد. مورد دوم این که شما یکی از واجبات نماز رو ترک کرده باشید.
یکی از واجبات نماز را ترک کرده باشید. مورد اول زیادت بود، این که شما بر نماز چیزی بیفزایید. مورد دوم این که شما از نماز چیزی را کم بکنید. اگر اون موردی که از نماز کم کردید رکن بوده، یعنی جز فرایض نماز بوده، نمازتون باطل است. فرض کنید که شما به صورت کلی مثلا رکوع نکردید در نماز. خب در این صورت اگر بعد از نماز متوجه شدید، این دیگه نمازتون باطل هست، دوباره باید از اول نماز بخونید. اگر در وسط نماز متوجه شدید اون رکعتی که رکوعش رو کم کردید یا سجدهش رو کم کردید، اون رو اصلا حساب نکنید، اون باطل میشه، یک رکعت دیگر به اصطلاح باید بخونید. اما در صورتی که واجبی رو ترک کرده باشید، واجب مانند مثلا نشستن در وسط نماز 4 رکعتی قعده اول، اگر کسی این قعده اول رو ترک کرد، یک از واجبات نماز رو ترک کرده، یعنی این که در نمازش یک مقدار به اصطلاح واجبی رو ترک کرده و نقصانی به وجود آمده. این مورد دوم. مورد سوم نسیان هست، فراموش کردن هست. به این معنی که شما در وسط نماز نمیدانید که چند رکعت خوندید. الان با خودتون درگیر هستید، من آیا 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت خوندم، 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت خوندم، الان باید چه کار بکنم؟ حکمش در این صورت این است که شما همون کمترین رو حساب بکنید، مبنا رو همون کمتر قرار بدهید و نمازتان را کامل بکنید. در تمامی این صورت ها چه چیزی رو اضافه کرده باشید یا کم کرده باشید، یا دچار فراموشی در تعداد رکعات شده باشید، یا در تعداد در انجام دادن یا انجام ندادن یک رکنی و یک حالتی از نماز شده باشید، در تمام این موارد در آخر نماز شما سجده سهو رو باید به جا بیاورید. سجده سهو دو سجده هست، تفاوتی نداره. قبل از سلام هم به اصطلاح سجده سهو رو انجام دادید هم جایز هست، اونگونه که مذهب امام شافعی و دیگر بزرگان هست، یا اگر بعد از سلام انجام دادید هم اشکال ندارد. هر دو صورتش از نظر شرعی جایز هست. بعد از سلام مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست. صورتش این است که قبل از سلام مثلا وقتی که چیزی رو اضافه کردید در نماز، به اصطلاح قبل از اینکه سلام بدید دوباره میرید به سجده، 2 تا بلند میشید، دوباره یک سجده دیگه بلند میشید و بعدش سلام میدید. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اول سلام میدید به یک طرف وقتی که سلام دادید، بعد دوباره میرید به سجده و 2 تا سجده رو انجام میدهید و بعد از آن اتحیات رو میخونید و نمازتون رو تمام میکنید. این به اصطلاح مختصر و مفید در مورد احکام سجده سهو است. میشه بگین حضرت محمد شب معراج با پدر و مادرش روبرو شد و گفت خدا بین خانوادت و امت یکی رو انتخاب کن، میشه توضیح بدید؟ نه، چون این چیزی صحت نداره که رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمانی که به معراج رفتن با پدر و مادر خودشون ملاقات کرده باشن، در میان امت و یا پدر و مادر یکی رو انتخاب بکن. نه، چون این چیزی ما نداریم و روایت دروغین هم نداریم در این زمینه. من نمیدونم که این حرف از کجا آمده، اما هیچ گونه صحتی ندارد. اگر ابروی یک مرد زیاد باشد و کمی کوتاه کند جایز هست؟ بله، اشکالی ندارد. اگر که ابروی یک فردی مثلا بلند شده، نامرتب هست، روی چشمش افتاده به خاطر بزرگسالی و کهولت سن، از نظر شرعی حتی برای جوان هم، برای زن یا برای مرد، وقتی که ابرویش نامرتب هست و خیلی بلند شده، از نظر شرعی این اشکالی ندارد. جایز هست که ابروهای خودتان را مرتب بکنید. چیزی که بلندتر هست و کوتاهتر هست اینو در یک سطح و به اصطلاح در حد معمول قرار بدید. اما چیزی که از نظر شرعی اشکال دارد گرفتن ابرو و شکل دادن ابرو هست. اما مرتب کردنش برای کسی که ابرویش مثلا بلند شده هیچ گونه ممانعتی در این زمینه وجود ندارد. سلام. اگر یک مسلمان به یک مسلمان دیگه
بهش بگه که کافر چی میشه؟ این از نظر شرعی جایز نیست که یک مسلمان دیگری را کافر خطاب بکند و خود مسئله تکفیر یک مسئله بسیار سنگین و گناه کبیری هست و بنابر روایتی که در صحیح بخاری هست رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ایما رجل قال لاخیه یا کافر فقط باء به احدهما، هر مسلمانی که به برادر مسلمان خودش بگوید ای کافر، اون رو کافر خطاب بکند، یکی از اون دو نفر در واقع دچار این کفر میشوند. یکی از اون دو نفر در واقع این لفظ کفر و این حرف بر یکی از اون دو نفر در واقع تطبیق پیدا می کند. به این خاطر است که نباید به هیچ عنوان فردی را که مسلمان هست نباید اون را کافر خطاب بکنیم یا مثلا منافق خطاب بکنیم. این از نظر شرعی در واقع گناه بزرگ هست، گناه کبیری هست و گرچه که در اینجا که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند فقط با به احدهما که یکی از اون دو نفر کافر میشوند، علما نظرشون بر اینه که این به اصطلاح کفر مخرج من المله نیست که اگر کسی به یک فردی گفت که کافر، خودش کافر شده و نمیدونم یعنی از اسلام خارج شده و زنش طلاق میشود و بقیه به اصطلاح عواقبی که داشته باشه. این مراد همون کفر اصغر هست، یعنی این که کافر خطاب کردن یک فرد مسلمان گناه کبیره هست. بنابر روایتی که در این زمینه در صحیح بخاری آمده رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من رما مؤمنا بکفر فهو کقتله، اگر کسی یک مؤمن را در واقع خطاب بکنه به کفر، تهمت کفر بزنند، این گناهش مانند کشتن اون مسلمان هست. یعنی این که شما وقتی که یک فردی را کافر خطاب میکنید و اون فرد کافر نیست، مسلمان هست، به خاطر شبهه یا به خاطر نمیدونن تمسخر یا به هر صورتی که باشد، شما در واقع گناه بزرگی را به اندازه قتل یک مسلمان مرتکب شدید و عرض کردم که گناه کبیره است و انسان باید از این گونه موارد حتما پرهیز بکند. سلام علیکم مولانا، آیا تو هم بستری دیدن شرمگاه خوبه یا نه؟ ببینید در مورد رابطه زناشویی در میان زن و همسر، دین اسلام هیچ گونه محدودیتی را برای زن و شوهر قرار نداده جز دو مورد که با توجه به آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم خط قرمزند و ممنوع هستند. یکی رابطه در هنگام عادت ماهیانه و همچنین بعد از زایمان تا زمانی که زن لکه و خونریزی داره، این یک مورد. دوم رابطه به اصطلاح مقعدی هست. این دو مورد در حریم زندگی زناشویی از نظر شرعی حرامند، جایز نیستند، گناه کبیرند، اما اضافه بر این از نظر شرعی هیچ گونه محدودیتی وجود نداره. الان بسیاری از مردم دچار دینداری نمیدونم خشک و به اصطلاح تقوای کاذب شدند و یک سری چیزایی رو بعضی بدون اینکه دلیل شرعی داشته باشد اینا رو آوردند به خورد جامعه دادند و مردم را از یک سری مواردی در واقع میترسانند. در مورد دیدن اعضای به اصطلاح تناسلی توسط زن و شوهر از نظر شرعی هیچ گونه عرض کردم ممنوعیتی در این زمینه وجود نداره و روایاتی که در این زمینه نقل میکنند یک روایات جعلی هست. یک روایات جعلی هست. به طور مثال در یک نقلی، نمیگم که روایت حرف پیامبره، گفتند هر کسی در هنگام رابطه نمیدونم به عضو همسرش نگاه بکند چشمش کور می شود. امام ابن جوزی رحمت الله علیه و دیگران تصریح کردند که این روایتی نیست و یک حرف به اصطلاح جعلی هست. یا مثلا برخی میگویند که نمیدونم نباید لباستون از تنتون در بیارید، حتما باید با لباس باشه، نمیدونم زیر لحاف و پتویی باشه و یک سری مواردی که هیچ گونه اصل شرعی ندارن. فراتر
از دیدن برای بین زن و مرد فراتر از دیدن جایز هست. و یک فردی امام ابو یوسف اومد پیش امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و سوال کرد که به نظر شما اگر زن شوهر هنگام رابطه همدیگر رو با دست تحریک بکنند این اشکال داره؟ امام فرمودن نه تنها اشکال نداره بلکه من امیدوار هستم که ثواب خیلی زیادی هم داشته باشه. و اضافه بر این حتی فراتر از این بسیار از فقها مانند اسبق ابن الفرج که امام قرطبی رحمت الله علیه در تفسیر خودش این مورد رو ذکر کرده، ایشون حتی معتقد به این بودند که از بس که گفتند که در میان زن و شوهر اصلا حد و مرزی وجود نداره، ایشون گفتند حتی رابطه دهانی هم جایز هست و بسیاری از فقها در واقع این حرف را زدند. و عملا رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا با همسران خودشون 2 نفر حمام میرفتند و در صحیح بخاری اومده، در صحیح مسلم اومده و امکان نداره که زن و شوهر با هم حمام برند و با هم به اصطلاح رابطه داشته باشند و همدیگر رو نگاه نکنند و بدون نگاه کردن که در واقع شاید نمیشه. الان بیاد یک خاطره یا افتادم از یکی از دوستان تعریف میکرد که در منطقه ما زمانی که برق نبود، برق نیامده بود، هر کسی ازدواج میکرد بچه دار نمیشدن. بعد از این که برق به روستا اومد دیدیم که همه بچه دار شدند. الان رازش چی بوده والله اعلم. عرض کردم که از نظر شرعی در این زمینه هیچ گونه ممنوعیتی و حساسیتی وجود ندارد. ببخشید آیا این درست هست که هر جمعه برای مرده غذا درست کرد خیرات داد؟ ببینید خیرات برای مردگان از نظر شرعی جایز هست. شما تفاوتی نداره که پول نقد مثلا صدقه بدید برای مرده خودتان یا غذا مثلا بدید یا هر موردی به کسی کمک بکنید به این نیت که ثوابش به مرده شما برسد. این از نظر شرعی جایز هست و هیچ گونه اختلافی در این وجود ندارد. اما این که شما اینو حتما مقیدش بکنید به شب جمعه، معتقد باشید که شب جمعه نمیدونم خاصیتی داره و نمیدونم فقط شب جمعه ثوابش به مردگان میرسد و یا مواردی از این قبیل باشه که به عنوان یک رسم در بیاد، این از نظر شرعی کار درستی نیست. اما به صورت کلی صدقه دادن برای مرده، چه به عنوان غذا باشه که شما بدید یا موارد دیگری غیر از این باشد، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد و درست است. آیا شیدنگ لب حرام است؟ اگر که این برای رفع به اصطلاح عیب باشه، برای رفع کبودی لب باشه، این جایز هست، نه اینکه بگیم که به صورت کلی ممنوع باشه. گرچه از نظر به اصطلاح ظاهری شبیه به تاتو هست اما عمقش از تاتو خیلی به اصطلاح کمتر است و محلش هم محل زینت و آرایش برای زنان هست و خصوصا وقتی که برای رفع به اصطلاح کبودی لب باشه، این از نظر شرعی به اصطلاح میشه که در حد ضرورت جایز هست. اما به صورت کلی در این گونه موارد انسان باید سعی بکنه که دچار افراط نشه در این زمینه به گونه‌ای که منجر به تغییر خلقت الهی باشه. اما اگر تنها به اندازه این باشه که رفع کبودی باشه و رفع اون به اصطلاح حالت مردگی لبها باشه، در این اندازه جایز هست و ممنوعیتی ندارد. آیا کسانی که نماز قضا دارند می توانند نماز سنت بخوانند؟ ببینید سنت و نفل خواندن برای کسی که نماز قضا دارد هیچ گونه ممنوعیتی در احادیث در این زمینه نیامده که منع بکنند. اگر کسی نماز قضا دارد نباید نماز سنت یا نماز نفل بخواند. شاید که به اصطلاح منظور کسانی که این حرف رو زدن اینه که اگر قرار باشد که یک فردی که نماز قضاهای زیادی برگردنش هست، اگر که مثلا نماز سنت بخونه نمیتونه نماز قضا
قضاهایش رو بیاوره. شاید بعضی گفته باشند که مثلا به جای این که نماز سنت بخونه، مثلا نمازهای فرضی رو که قضا کرده اونها رو در واقع بخواند. یا منظور این حرف اینه که اگر کسی نمازش قضا شد فقط نماز فرضش رو قضا بکنه، نمازهای سنتی که مثلا هم قبل و بعد نماز بودن قضا آوردن اونها لازم نیست. اما این که کسی که قضایی برگردنش هست به صورت کلی نباید نماز سنت و نفل بخواند، یا اگر سنت و نفل بخواند حساب نمی شود، ثواب نمی رسد، نه چنین چیزی در هیچ گونه روایتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل نشده. و کسی که نمازی رو ترک کرده قضا شده، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن وقتی که بیادش آمد این نماز خودش رو قضایش رو بیاورد. اما در مورد کسانی که به صورت کلی در یک مقطعی از عمر خودشان تارک الصلات بودن، نماز نمیخوندن، نظر جمهور علما این است که تا جایی که میتواند حساب بکند و فرضهای خودش را به اصطلاح قضا بیاورد. اما یک طیفی دیگر از علما مانند امام ابن حزم و بسیاری از علمای معاصرین نظرشون بر این است نمازی که عمدن قضا شد، عمدن ترک کرده شد، دیگه چیزی اون رو دوباره نمیتونه که جبران بشه. منتها میتونه که به جای آن نمازهای نفل و سنت بیشتر بخواند که اون نمازهایی رو و فرصتی رو که از دست داده اونها در واقع به یک صورتی تکرار بشه، جبران بشوند. درود خداوند بر شما. آیا لیزر رفتن گناه دارد؟ همسرم اصرار داره لیزر برم. ببینید اصل بر این است که به اصطلاح رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحیح مسلم فرمودن لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة. اصل بر این است که انسان به عورت کسی دیگری نگاه نکند، مرد به عورت مرد دیگری یا زن دیگری، یا زن به عورت زن دیگری یا مردی نگاه نکند. منتها در صورتی که به اصطلاح نیاز باشد و ضرورت باشد از نظر شرعی اشکالی نداره. خود لیزر فی ذاتی اشکال نداره، زیرا موهای بدن رو که در جاهایی که زدودن اونها جایز هست مانند دست و پا و بقیه موارد از نظر شرعی تفاوتی نداره که این با لیزر باشه، با پودر باشه، با تیغ باشه، نمیدونم موارد دیگری که هستند، این موردش و ابزارش تفاوتی نداره. مواردی رو که زدودن موها جایز هست به هر اسبابی و هر وسیله‌ای که باشه من جمله لیزر، این از نظر شرعی به اصطلاح تفاوتی نداره و جایز هست. صرفا این که به اصطلاح دیدن عورت از نظر شرعی جایز نیست مگر برای ضرورت خاصی. به طور مثال فرض کنیم یک فردی مثلا حساسیت داره با تیغ یا با پودر، مثلا حساسیت داره، پوستش خیلی حساسه، همیشه تاول میزند، یا موارد دیگری از این قبیل باشه، در این صورت از نظر شرعی مانعی وجود ندارد. آیا برای پسردار شدن رفتن به دکتر گناه دارد؟ نه، از نظر شرعی اشکالی نداره. اگر کسی دختر داره الان دلش میخواد که پسر داشته باشه، یا اینکه پسر داره دلش میخواد که مثلا بره دختر مثلا داشته باشه و بره مثلا دکتر تحت نظر دکتر باشه، حتی برای تلقیح صناعی به اصطلاح باردار بشه یا یک رژیم غذایی یا دارویی باشه، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود ندارد و کاملا جایز است.
سلام. کسی که قسم میخوره که یک کاری رو انجام بده و شرایطش پیش نمیاد، گناهش چیست و چه کار باید کرد؟ ببینید، در اصل انسان نباید قسم بخوره، نباید قسم بخوره مگر از زمانی که به اصطلاح مجبور بشود و بعد از آن که قسم خورد باید سر قسم خودش بیستد. منتها قسمی که به اصطلاح معتبر هست، این قسم از نظر شرعی اون قسمی هست که انسان دیده و دانسته اون قسم را میخورد. مثلا قسم میخورد که من فلان کار رو انجام میدهم یا فلان کار رو انجام نمیدهم. و اون قسم هایی که به عنوان تکیه کلام هستند، اونا از نظر شرعی انسان رو الله متعال مؤاخذه نمی کند. تکیه کلام مانند این که مثلا کسی از شما بوده کجا بودی؟ والا دارم از شهر میام، والا دارم میرم فلان جا. این والایی که تکیه کلام هست، این قسم شمرده نمی شود، نه گناهی دارد و نه کفاری، زیرا که الله متعال میفرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. الله متعال به این قسم های لغوی که بر سر زبان شما جاری می شود، الله متعال شما رو مؤاخذه نمی کند. اما اون چیزی رو که از ته دل شما در واقع قسم می خورید این فلان کار رو انجام بدهید یا که انجام ندهید، این رو الله متعال شما رو مؤاخذه می کند. شما مسئول هستید در مورد این گونه قسم ها. و اگر کسی قسمی خورد که فلان کار رو انجام میدهم یا انجام نمیدهم و در نهایت نتوانست که اون قسم خودش رو اجرا بکند، حکمش این است که باید کفاره بدهد، کفاره قسم بدهد. و کفارهش هم این است که به 10 مسکین غذا بدهد، به 10 نفر مسکین یک وعده غذا بدهد یا لباس بدهد یا اینکه غلامی را آزاد بکند. اگر این 3 مورد را کسی وجود نداشت، بعد از آن میتواند که به جای این 3 روز روزه بگیرد، زیرا که الله متعال در مورد قسم هایی که شکسته می شود، الله متعال میفرماید فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. کسانی که قسم خوردند و نتونستند که بر قسم خودشون بیستند، کفارهشون این است که به 10 نفر مسکین در واقع غذا بدهند، از غذای به اصطلاح معمولی، متوسط یا بهترین غذایی که خانواده استفاده میکند، یا این که به اونها در واقع کسوه بدند یا لباس بدند، یا این که یک برده را آزاد بکنند. و بعد از آن فمن لم یجد فصیام 3 ایام. در مرحله بعدی، برای مرحله اول نیست، این مرحله دوم هست. حتما باید برای کفاره قسم اولش باید به مساکین غذا بدید یا لباس بدید یا برده را آزاد بکنید. برای کسانی که توانایی مالی نداشتند، در ادامه الله متعال میفرماید اگر کسی نتوانست و توانایی مالی نداد، کفارش این است که 30 روز را در واقع روزه بگیرد. ذالک کفاره ایمانکم اذا حلفتم. این کفاره گناهان شما هست که در وقتی که هر زمانی که قسم خوردید و به قسم خودتون نتونستید که پایبند بشوید. سلام. ببخشید، اگر مادرزن یا پدرزن را پدر یا مادر صدا بزنیم اشکالی دارد؟ نه، اشکالی ندارد. اگر به خاطر احترام کسی پدر زن خودش را، مادر زن خودش را یا پدر شوهر، مادر شوهر خودش را مادر صدا بزند، این از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز هست. منتها برای خود به اصطلاح شوهر جایز نیست که به زن خودش را به عنوان یکی از به اصطلاح محارم خودش صدا بزند، به عنوان مثلا بگه دخترم یا مثلا بگه خواهرم یا بگه که مادرم. در سنن ابو داود روایت نقل شده که یک فردی پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم به خواهرش گفت که به زنش گفت که خواهرم. رسول الله صلی الله علیه و سلم ناراحت شدند و سوال کردند که اختو که این مگه خواهر تو هست؟ این زن تو هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان کراهت و منع کردند از این که کسی زن خودش را خواهر یا مادر صدا بزنه، حتی برای صدا زدن. اگر که به عنوان حرمت باشه، به عنوان قصد تحریم باشه، به این معنی که همون گونه که به اصطلاح خواهر و مادر من بر من حرام هستن، تو هم بر من حرامی، که در اون صورت یک بحث کاملا جداگانه هست و به اصطلاح کفاره دارد و حکم ظهار هست. اما خود همین صدا کردن بنابر محبت هم انسان باید سعی بکنه که از این مورد پرهیز بکنه. مرد بمیرد، زن او را میتواند غسل بدهد؟
بله، در صورتی که مرد بمیرد زن میتواند اون رو غسل بدهد. در این زمینه هیچ گونه اختلافی در میان فقها وجود نداره. اگر مرد بمیرد زنش میتواند اون را غسل بدهد. این یک نوع اجماعی هست در میان فقها. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را همسرشون حضرت اسما در واقع غسل دادند و موارد دیگری بوده در این زمینه و هیچ اشکالی نداره. به اجماع علما جایز هست در صورتی که مرد بمیرد زن میتواند اون را در واقع غسل بدهد. حتی در صورتی که زن بمیرد، در صورتی که زن قبل از شوهرش بمیرد، از دیدگاه جمهور علما، امام احمد، امام مالک، امام شافعی رحمت الله علیه، بسیاری دیگر از فقهان، نظرشون بر این است که در این صورت هم جایز هست که شوهر زن خودش رو در واقع غسل بدهد. شوهر جایز هست که زن خودش رو غسل بدهد، زیرا که حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها رو بعد از اینکه وفات کردند، حضرت علی رضی الله تعالی عنه غسلشون دادند و این در میان صحابه بوده، یعنی همه صحابه میدیدند و میشنیدند و هیچ کسی انکار نکرد که این کار ناجایز هست. و عرض کردم که از نظر شرعی هر دو صورتش جایز هست از دیدگاه جمهور فقها، همین که زن مردش را غسل بدهد و هم این که مرد زن را بعد از وفاتش غسل بدهد. این نظر جمهور هم این است که این مورد جایز است. اما در فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این مورد دوم یک به اصطلاح محدودیتی رو قائل شدند و توجیهشون این است که زمانی که مرد میمیرد زن در عده هست، پس بنابراین هنوز رابطه به صورت کامل قطع نشده، پس زن میتواند شوهرش را به اصطلاح غسل بدهد. اما برعکسش وقتی که زن بمیرد دیگه شوهر در عدت نیست و رابطه باقی نمیمونه، پس بنابراین نباید اون رو غسل بده. اما این نظر امام ابو حنیفه است. عرض کردم که نظر جمهور علما این است که هر دو صورتش از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست. سلام، نماز قضا شده چگونه خوانده شود؟ یعنی نماز صبح قضا شد ظهر قضاش را بخوانیم یا صبح روز بعد؟ نیتش چجوریه؟ ببینید، برای نمازی که قضا شده، یعنی شما خواب افتادید و نماز قضا شده، یا فرض کنیم که مشغول یک کاری بودید و خیلی سرگرم بودید و نتونستید نمازتون رو سر وقت بخونید تا اینکه وقتش رفت و قضا شد، حکمش این است که در اولین فرصت این نماز رو قضا بیاورید، قضایش را بخونید و لازم نیست و نباید هم صبر بکنید. نماز صبحتون قضا شد، نباید اینو بگذارید برای اینکه مثلا ظهر رو بخونید یا مثلا بذارید برای فردا. نه، به هیچ عنوان چنین چیزی جایز نیست و ترتیب لازم هست. حتی باید قبل از نماز بعدی که میآید نماز قبلی رو شما باید بخونید، نماز صبحتون رو بخونید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در این زمینه بنابر روایتی که در صحیح بخاری و مسلم هست فرموده: من نام عن صلات و نسیها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها. وقتی که کسی خواب افتاد یا اینکه نمازی رو فراموش کرد، کفاره اینش همین است که به محض این که یادش آمد اون نماز رو بخواند، نگذارد که دوباره مثلا تأخیر بشود. تأخیر کردن در قضای نماز از نظر شرعی جایز نیست. به محض این که از خواب بیدار شدید، خواب افتاده بودید، به محض بیدار شدن باید اون نماز رو بخوانید و بیشتر تأخیر نکنید. زبان بهشتیان که عربی است، جهنمی ها با چه زبانی حرف میزنن؟ والا اینو باید برید ببینید که به چه زبانی حرف میزنن. اما این که زبان بهشتیان عربی هست، این هم دلیلی نداره. این که زبان بهشتیان در روز قیامت مردم به زبان عربی صحبت میکنند گرچه خیلی مشهور و معروف شده، اما از نظر حدیثی دلیل قوی نداره. مشهور هست اما دلیلی که در این زمینه هست و روایتی که در اون گفته شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که عرب رو دوست داشته باشید به سه دلیل: که لانی عربی و القرآن و عربی و کلام و اهل الجنت عربی، که چون که من عربم و قرآن عرب هست و زبان اهل بهشت عربی هست. این روایت جعلی هست، روایت به اصطلاح صحیح نیست. روایتی است که بسیار از فقها مانند بسیار از محدثین مانند ابن جوزی و دیگران گفتند این ساختگی و موضوع هست. ثابت نیست که در بهشت زبان همه به اصطلاح زبان عربی باشد. و در مورد جهنمیان هم عرض کردم که نه در مورد بهشتیان چیزی وارد شده و نه در مورد جهنمیان اومده که به چه زبانی صحبت میکنند. یک روایت جعلی دیگری به اصطلاح در این زمینه وجود داره
که برخی از به اصطلاح محدثین شیعه مانند مجلسی اون ذکر کرده. البته که جریان و واقعی رو ذکر میکنند که بسیار زبان جهنمیان فارسی هست. نمیدونم اون کسی که این روایت رو جعل کرده با فارسی زبانان زاویه و مشکل داشته که به اصطلاح روایتی رو، حکایتی رو جعل کردند که به اصطلاح واقعیت نداره، که یک فردی از بنی مخزوم اومد پیش حضرت علی رضی الله تعالی عنه و گفت که برادرم وفات شده و من ندیدمش، دلم خیلی تنگ هست و این موارد. و علی گفت دوست داری اونو ببینی؟ گفت بله دوست دارم که ببینمش. و علی رفت سر قبرش و با پای خودش کوبید روی قبر و گفت که بلند بشو. اون فرد بلند شد و اتفاقا داشت فارسی صحبت میکرد. ازش سوال کرد که تو مگه وقتی که زنده بودی عرب نبودی؟ چی شد که الان فارسی زبان شدی؟ اون گفت که من چون که دوستداران اونا بودم، یعنی خلیفه اول و دوم، به خاطر این زبانم به اصطلاح عوض شد و جهنمی شدم. و این گونه موارد عرض کردم که این روایت یک روایت جعلی و موضوع هست که ظاهر و واضحه که نیازی به این توضیح نداره که این روایت جعلی باشه. علامت های وضع و ساختگی بودن در این روایت کاملا مشهود و واضح هست. عرض کردم که در مورد این که زبان بهشتی ها یا زبان جهنمی ها چه زبانی باشه هیچ گونه دلیل صریح و واضحی در این زمینه نداریم و بعیدم نیست که هر کسی به همین زبانی که در دنیا هست در روز قیامت هم با همین زبان در واقع مکالمه بکنه. حکم خود ارضایی برای کسی که توانایی ازدواج ندارد. به صورت کلی ببینید خود ارضایی یک عمل خلاف فطرت سلیم و خلاف یک کار غیر اخلاقی هست. انسان تا جایی که ممکن هست باید از این گونه موارد پرهیز بکنه و برای این که انسان بتونه خودش رو کنترل بکنه بهترین راه این است که ازدواج بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردند که جوانان را به این که ازدواج بکنند. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. اگر که شما توانایی ازدواج دارید ازدواج بکنید و اگر نمی توانید فعلیه بالصوم، که روزه بگیرید، زیرا که روزه گرفتن سبب می شود که یک مقداری غریزه جنسی انسان فروکش بکند و در واقع در طول روز به طور مثال چون که روزه هست نمیتونه این کار رو انجام بده، چون که روزهش رو در واقع میشکند و خودش هم به خاطر اینکه یک مقدار مثلا گرسنگی کشیده شاید مثلا میلش کمتر بشود. و چیزی که در این زمینه بسیار مهم هست این است که انسان باید سعی بکند که از مواردی که تحریک کننده هستند انسان باید پرهیز بکنه. به طور مثال شما میدونید در گوشی خودتون فرض کنیم که پیجایی هستند یا کانالی هست یا سایت هایی هستند که مثلا در دسترس خودتون هستند، مثلا اونها را دور بکنید. به طور مثال اگر که در گوشی خودتون فیلتر شکن داشته باشی وسوسه میشی، خب راهش این است که فیلتر شکن رو حذف بکن، نداشته باشی اینها رو. موارد این پیج هایی رو که مثلا تحریک کننده هستند اینا رو حذف بکنید و دنبال نکنید. یک کتابی، مجله یا عکسی چیزی که تحریک کننده هست اونها رو از محیط خودت دور بکنید. دوستانی که شما رو به این راه سوق میدن و تشویق میکنن اونها رو از خودتون دور بکنید. سعی بکنید که مثلا ورزش بکنید، اوقات خودتون رو با کارهای مفید پر بکنید، یا اینکه از خلوت و تنها موندن در یک جای پرهیز بکنید. و راهکارهای دیگری هست که اگر اینها رو دست پیش بگیرید انشالله می توانید که راحت خود ارضایی رو ترک بکنید یا به حداقل برسانید و یک برنامه برای خودتون تنظیم بکنید که خصوصا کسانی که به اصطلاح معتاد شدن به این کار، راهش این است که یک برنامه ریزی بکنید. اگر به طور مثال هر روز این کار رو انجام میده به خودش رو بقبولونه و خودش رو مجبور بکنه که به جای این که هر روز اینو انجام بده در مرحله اول اینو 2 روز یک بار انجام بده و بعدش 3 روز یک بار، بعدش 4 روز، حد به همین مقدار این فاصله رو به تأخیر بیاندازد تا اینکه به صورت کلی بتواند که تا جایی که ممکن است از این کار دور بکند. و یک نکته دیگری که از نظر جنسی و از نظر روانی در این زمینه خیلی مهم هست این است که جوانی که مبتلا به خود ارضایی هست، 2 نفر رو شما تصور بکنید، یکی خود ارضایی میکنه و یکی جوان دیگری با این که سالم هست و غریزه داره اما خود ارضایی نمیکند. کدام یکی از این 2 نفر شهوتشون بیشتر هست؟
اون کسی که به اصطلاح خود ارضایی میکنه معنیش این نیست که شهوتش بیشتر هست، معنیش این است که صرفاً بر خودش کنترل کمتری داره. اما اون کسی که مبتلا به این کار نیست، با وجود این که شهوت و غریزش بیشتر هست، میتواند خودش رو در واقع بیشتر کنترل بکنه. شما هم اگر همین راهکاری رو که عرض کردم که ابتدا فاصله رو بیشتر بکنید، انشالله که به صورت کلی میتوانید این کار رو ترک بکنید. و به صورت کلی در مورد خود ارضایی عرض کردم که جمهور علما، قبلا بیان کردم که جمهور علما این نظرشون بر این است که این مورد از نظر شرعی حرامه، ناجایز هست. منتها بسیاری از علما مانند ابن حزم، امام شوکانی و بسیاری دیگر از علما، حتی از امام احمد هم نقل قولی شده، نظرشون بر این است که صرفا یک کار ناشایسته و غیر اخلاقی هست، یعنی دلیلی برای حرام بودن از دیدگاه این فقها وجود نداره. اما در هر صورت انسان باید تا جایی که ممکن هست از این کار پرهیز بکنه. متاسفانه فکر کنم مشکلی پیش اومده و آیا تمام گناه مادر بعد از زایمان بخشیده می شود؟ نه، چون این روایتی نداریم که بعد از زایمان تمام گناهان به اصطلاح مادر، کسی که زایمان کرده، گناهانش کاملا بخشیده بشن. منتها به صورت کلی در روایات اومده که هر گونه دردی، هر گونه رنجی، زحمتی و بیماری در واقع جز کفاره گناهان هستند. و قطعا انسان وقتی که به اصطلاح زایمان میکند، درد و رنجی را متحمل میشود، در این اندازه کفاره میشه برای گناهانش. اما این که تمام گناهانش معاف شده باشند، چون این چیزی وارد نشده. بله وارد شده این که اگر کسی زنی در حالت به اصطلاح زایمان از دنیا برود، این جزء کسانی هست که شهید محسوب میشوند. اگر کسی در اون حالت از دنیا برود و به این سبب فوت بکند، در واقع جزء شهدا شمرده میشود. اما این که اگر کسی زایمان کرد تمام گناهانش بخشیده میشوند، نه، چون این موردی رو من به خاطرم نیست. منتها هر گونه دردی، رنجی، بیماری و که انسان به آن دچار می شود، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که جزء کفاره گناهان می شود. حتی در روایت اومده که رسول الله منع کردند از این که ما تب را دشنام بدهیم و فرمودند که این تب گناهان انسان مسلمان را می ریزد. هر موردی، و حتی در روایت اومده که حتی خاری که به پای انسان مسلمان می رود، به اندازه همون دردی که انسان متحمل می شود، این کفاری می شود برای گناهانش. تو اون دنیا با کسی خواهیم بود که دوستش داشتیم و نرسیدیم. ببینید، در قیامت را نمیشه چیزی رو شما الان برای قیامت تعیین بکنید. قیامت اون چیزی رو که شما الان میخواهید شاید اون زمان نخواستید، نظرتون عوض شد. معیارهای زندگی در قیامت، در بهشت، با الان خیلی متفاوت هست. منتها هر چیزی که در انسان در بهشت بخواهد و الله متعال انسان رو راضی میکنه به خواسته هایش در بهشت، انشاءالله که میرسد. من جمله این که اگر خواسته باشد با یک فردی باشد، قطعا الله متعال اون انسان رو در واقع راضی نگه می‌دارد، راضی می‌شود و به یک گونه الله متعال اون رو به خواسته‌اش خواهد رساند.
آیا گناهان انسان در روز قیامت به خانوادهش نشان داده می شوند؟ الله متعال ستیر هست، یعنی اینکه الله متعال راز انسان را می پوشاند. الله متعال هم بخشنده هست، هم غافر و غفور هست، آمرزنده هست و هم ستیر هست. ستیر به این معنی که الله متعال انسان را در واقع رازش را می پوشاند. در روایت اومده که در روز قیامت الله متعال افراد را، گناهکاری را می آورد و اون را در خلوت و تنهایی یادآوری میکند. یادت هست فلان گناه را انجام دادی، فلان گناه، فلان روز فلان جا رفتی، فلان گناه را انجام دادی و انسان میگوید که بله پروردگار، یادم هست این گناه ها را من انجام دادم. الله متعال میفرماید که این گناهان را در دنیا من برای تو پوشاندم و الان اونها را برای تو میبخشم. یعنی این که الله متعال انسان رو در روز قیامت رسوا نمیکنه و یکی از راههای این که انسان به اصطلاح در روز قیامت رسوا نشود و الله متعال گناهانش را ببخشد و بپوشاند این است که انسان توبه بکند. وقتی که انسان توبه میکند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناهانی که به اصطلاح انجام داده توبه بکند دقیقاً مانند انسانی هست که گناهی را مرتکب نشده باشد. وقتی که الله متعال گناه انسان را ببخشد، قطعا در روز قیامت الله متعال این انسان را به خاطر این گناه در روز قیامت به اصطلاح رسوا نمی کنند. منتها بعضی از گناهانی هستند که اینها در روز قیامت مثلا رسوا می شوند. به طور مثال اگر کسی خیانت کرده باشد، یا در روایت اومده که در روز قیامت یک پرچمی بر روی بدنش یا بر روی به اصطلاح سرینش به اصطلاح گذاشته میشه و بلند هست که این خیانت فلانی هست، تا اینکه در روز قیامت به اصطلاح رسوا بشود. اما به صورت کلی گناهانی رو که انسان در دنیا توبه کرده و کفارش را داده، حقوق مردم را دوباره به اونها بازگردانده، انشالله که در روز قیامت الله متعال انسان را به این مؤاخذه نمی کند و الله متعال اون را انسان را رسوا هم نخواهد کرد. آیا زیارت و رفتن به زیارت امامان ثواب دارد؟ ببینید، به صورت کلی زیارت قبور جایز هست و سنت هست، اختصاصی به امامان ندارد. ما روایتی در میان روایات پیامبر نداریم که توصیه کرده باشه که شما به زیارت قبرهای پیامبران و اولیاء و بزرگان بروید، چون این روایتی ما نداریم که ثوابی داشته باشد و تشویقی در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده باشه. به صورت کلی در شهر خودتان به زیارت قبرستان بروید، این از نظر شرعی جایز هست، بدون این که مثلا سفر بکنید برای زیارت قبر. سفر کردن برای زیارت قبور از دیدگاه اهل سنت و الجماعت جایز نیست. اما زیارت قبوری که در شهر شما هستن، می توانید هر روز برید برای زیارت قبرستان، هیچ گونه مانعی نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه می رفتن به زیارت قبرستان بقی و حضرت عایشه میگه شب‌هایی که نوبت من بود در آخر شب رسول الله صلی الله علیه و سلم می رفتن زیارت قبرستان و برای اهل بقی در واقع دعا می‌کردند. این اشکالی نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم در ابتدای اسلام من فرمودند از زیارت قبرها، زیرا که مردم می‌رفتند دچار خرافات و بدعات بودند، دچار این که طلب کمک می‌کردند، موارد شرک آمیزی رو مثلا مرتکب می‌شدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم من فرمودند. اما بعد از این که مردم یاد گرفتند روش به اصطلاح زیارت قبور را و از اون اعمال شرک آمیز کاملا آگاه شدند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که فزوروها
فزوروها فانها تذکرکم الاخره. شما برید به قبرستان رو زیارت بکنید. زیارت قبرستان شما رو به یاد آخرت خودتان میاندازد. هدف از زیارت قبور این است که ما به یاد آخرت خودمان بیفتیم یا برای مردگان دعای خیری بکنیم، گرچه دعا از هر جا به اصطلاح به میت میرسد. و مهمترین مورد زیارت قبور این است که پیامبر ذکر کردند که شما به یاد آخرت خودتان میافتید و سبب اصلاح شما در واقع، سبب توبه شما، سبب تقرب به الله متعال در واقع می شود. این از نظر شرعی از دیدگاه جمهور علما، یعنی تمام علمای مسلمان بر این معتقد هستند که زیارت قبرستان با این شرایطی که عرض کردن از نظر شرعی جایز هست و هیچ گونه اشکال و ممانعتی در این زمینه وجود ندارد. برای گشایش بخت دختران چه کار بکنیم؟ ببینید، یک موردی که در این زمینه بسیار شنیده میشه، مردم فکر میکنند که بختشان بسته. نه، چنین چیزی نیست. بخت بسته نیست. بخت بسته نمیشود مگر با سحر و جادویی که زندگی انسان رو فلج بکنه. یک کسی که مثل مورد سحر قرار گرفته به اندازه‌ای هست که زندگی عادی نداره، دچار بیماری میشه، دچار درد میشه. اگر خواستگاری به فرض بیاد دم در، امکان داره که اون دختر به طور مثال بیهوش بشه، مثلا یعنی جیغ بزنه، از حالت عادی مثلا بیرون بره. در این صورت امکانی داره که بختش رو مثلا بسته باشند و سحر و طلسمی وجود داشته باشه. و صرفا این که یک دختری برایش خواستگار پیش نیومده و خواستگار نداره، این دلیل برای بستن بخت نیست. و دعایی ما نداریم که خاص باشه مخصوص به این که بگیم اگر فلان ذکر رو کردی، فلان دعا رو خوندی، حتما مثلا یک ماهه و نمیدونم چند روزه جواب میگیری و حتما منجر به ازدواج میشه. نه، چون این چیزی نیست. به صورت کلی دعاهای کلی هستند که انسان اون دعا رو بکنه. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. این دعا رو بخواند. یا ربنا آتنا فی الدنیا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. این دعا رو بخونه. دعاهای قرآنی، دعاهای غیر قرآنی، همین که دعا بکنه که به اصطلاح الله متعال به اون همسر مناسب و شایسته رو نصیب بفرماید، همین دعاهای کلی هستند. این گونه نیست که یک به اصطلاح ذکر خاصی باشه که حتما این رو به اصطلاح ما توصیه بکنیم که اگر این رو انجام دادید به اصطلاح تضمینی هست. منتها برخی از موارد هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردند، من جمله زیاد درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، که یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد محضر ایشان و گفت که یا رسول الله کم اجعل لک من صلاتی، من چه اندازه برای شما دعا بکنم؟ آیا مثلا نصفش باشه، یک سومش باشه، نصفش باشه، دو سومش باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر چی دلت خواست برای من درود بفرست و اگر بیشتر درود بفرستی به اصطلاح بهتر هست برای تو. رسول الله اون صحابی گفت که فاذا اجعل صلاتی کلها لک، یا رسول الله پس من دعایم رو همه رو برای تو انجام میدم. یعنی به جای این که من دعا بکنم یا رسول الله من همهش برای تو درود میفرستم. و در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که بر من یک مرتبه درود بفرستد، الله متعال 10 در مقابل آن 10 بار برای اون بر اون فرد درود میفرستد و رحمت میفرستد. این صحابی وقتی که این جمله را گفت که من تمام دعایم را برای تو اختصاص میدهم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود فاذا تکفی همک و یغفر لک ذنبک، اگر این کار را بکنی دغدغه تو از بین میره، یعنی به هدفت میرسی، به آرزویت میرسی و گناهانت بخشیده میشن. این اشکالی نداره اگر کسی مثلا خانمی خواسته باشه به نیت این که بختش باز بشود مثلا زیاد درود بفرسته، این خاصیت اومده برای این به اصطلاح درود فرستادن که امیدواریم که الله متعال تمام دختران و پسرانی را که دم بخت هستند الله متعال به اونها همسران شایسته مؤمن با ایمان و اخلاقی الله متعال نصیب بفرماید. توبه کنیم کل گناهانمان پاک می شود؟ بستگی داره که شما توبهتون چی باشه. اگر از مثلا یک فردی فرض کنیم یک گناهی رو انجام داده، صرفا از همون گناه توبه می کند،
چند گناه انجام داده، از یک از اون گناه ها مثلا توبه کرده، از بقیه گناهان توبه نکرده، گناهان دیگر رو داره انجام میده. خب برای این یک موردی که برایش توبه کرده، این گناهش بخشیده می شود، الله متعال اون رو می بخشد. اما گناهان دیگری که انجام داده اونا سر جای خودشون باقی هستند، مگر این که انسان یک توبه کاملی بکند، توبه کامل و فراگیری باشه که از هر گونه گناه مثلا دعا بکند که پروردگار من تمام گناهان مرا ببخش، گناهان صغیره و کبیره و هر گناهی که من دارم گناهان مرا ببخش، من از تو یعنی طلب آمرزش میکنم برای تمام گناهانم. اگر این توبه فراگیری باشه، تمام گناهان رو در بر بگیره، خودش تصمیم بگیره هیچ گناهی را انجام ندهد، قطعا این سبب می شود که تمام گناهانش در واقع بخشیده میشن. اما در صورتی که فقط از یک گناه مشخص توبه بکند و در زمینه‌های دیگر باز هم گناهی رو مرتکب بشود، اون کاملا یک بحث جداگانه هست. این گناه، این توبه‌ای که انجام داده از این یک گناه، این توبهش قبول هست، اما گناهان دیگر همچنان برای اون در واقع برگردنش هستند که باید توبه بکند. وقت بخیر. آیا این عقیده که ما مسلمانان برویم به برزخ، اونجا عذاب میکشیم تا گناهانمان شسته شود و کافران مستقیم میرن جهنم، راست است؟ نه، کسی، نه مسلمانی نه غیر مسلمانی، در بعد از این که انسانها از دنیا میروند، همهشون در عالم برزخ هستند. همه در عالم برزخ هستند. عالم برزخ یعنی یک عالمی هست که نه آخرت هست و نه دنیا هست، یک عالم به اصطلاح میانی هست بعد از دنیا و قبل از جهان به اصطلاح آخرت هست. گرچه در قبر تأثیر دارد اعمال خیر انسان، اعمال بد انسان در این که زندگی برزخی انسان به چه صورتی باشد، اینا از نظر شرعی ثابت شده تأثیر داره. رسول الله صلی الله علیه وسلم بر روی دو تا قبر، از کنار دو تا قبر عبور میکردند و فرمودند که صاحبان این دو تا قبر عذاب میشوند. یک از اونها در واقع به خاطر اینکه سخنچینی میکرد و اون یکی دیگه برای طهارت سستی میکرد و اصلا به اصطلاح از ادرار پرهیز نمیکرد. این دلیل بر این است که به اصطلاح در عالم برزخ هم انسان عذاب میشود، اما عذاب کلی و قطعی در واقع نیست. اشاره داره به این که اعمال خیر و بد انسان تأثیر داره بر روی زندگی انسان در عالم برزخ، اما عذاب نهایی برای کسی که مستحق عذاب هست یا پاداش نهایی برای کسی که مستحق پاداش هست، این در واقع بعد از این است که قیامت برپا بشود و انسان به بهشت یا به جهنم برود. پاداش و مجازات نهایی هم برای مسلمان و غیر مسلمان بعد از این است که قیامت اقامه بشود. اگر کسی اون روز گناه کرده باشه، اون روز نماز بخواند، خدا ازش قبول نمیکنه؟ نه، ما چنین چیزی نداریم که اگر کسی گناهی کرد اون روز به اصطلاح نمازش قبول نباشه، بلکه برعکس، اون روز گناهش قبول نمی شود. دقت بفرمایید که خود نماز هم یکی از کفارات گناهانه. خود نماز یکی از کفاره ها هست. اگر کسی گناهی رو مرتکب شده و بعد از آن یک کار خیری رو انجام بده، نماز بخونه، قرآن بخونه، وضو بگیرد و عبادتی رو انجام بدهد، این عبادت سبب می شود که گناهان انسان در واقع پاک بشوند، خصوصا گناهان صغیره. برای گناه کبیره انسان باید توبه بکنه. اما این که چون که در فلان روز گناهی رو انجام داده عبادتش قبول نشود، نه، چون این چیزی رو ما نداریم. و رسول الله صلی الله علیه وسلم برای نمازهای پنجگانه یک مثالی زدن و فرمودند که اگر شما در جلوی خانه شما یک نهری باشه، شما فرضاً هر روز 5 مرتبه برید در داخل این نهر و رودخانه شنا بکنید و آبتنی بکنید، غسل بکنید، بدن خودتان را بشویید، آیا بر بدن شما چرکی باقی میماند یا خیر؟ گفتن نه یا رسول الله،
این که هر روز انسان 5 مرتبه بره غسل بکنه، خب بدنش پاکه و به اصطلاح هیچ گونه چرکی و کثافتی بر بدنش نمیماند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این مثال نمازهای پنجگانه هست. هر نمازی تا نماز دیگر این در واقع جزء کفاره های گناهان می شوند که گناهان رو انسان در واقع پاک می کنند و هیچ گونه و هیچ وقت گناه سبب این نمی شود که عبادت انسان از بین برود و عبادت قبول نشود، بلکه برعکس عبادت سبب می شود که گناه انسان بخشیده بشود. غسل کردن آفتاب بیفته گناه داره اگر نصف شب حمام نکنیم؟ تأخیر غسل از نظر شرعی تا یک محدوده اشکال نداره، جایز هست تا جایی که سبب فوت شدن و قضا شدن نماز نباشه. اگر کسی به طور مثال شب مثلا جناب بشه، همبستری کرده باشه یا به هر دلیلی جنابت داشته باشه، میتونه که مثلا بخوابه شب، اشکالی نداره، منتها قبل از نماز صبح باید بیدار بشه، غسل بکنه تا اینکه نماز صبح رو سر وقتش خودش بخونه و این تأخیر کردن غسل گناه نداره، اما قضا کردن نماز گناه دارد. اگر به طور مثال در روز هست کسی مثلا بعد از نماز صبح فرض کنیم در حالت جنابت باشه، زن و شوهر هم بستری کرده باشند یا هر موردی دیگر، یک فردی مثلا غسل رو به تأخیر بیاندازه تا مثلا نماز ظهر، گناهی رو مرتکب نشده، گرچه اولاتر و بهترین است که انسان زودتر غسل بکنه. در روایت اومده که ابو هریره رضی الله تعالی عنه اومد پیش رسول الله، در یک راهی هم دیگر رو دیدن، به محض اینکه پیامبر را دید از رفت و پنهان شد، رفت و دوباره برگشت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که چی شد، کجا رفتی، غیبت زد؟ ابو هریره گفت یا رسول الله من در حالت جنابت بودم، دوست نداشتم که در این حالت مثلا با شما هم نشین بشم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که سبحان الله ان المؤمن لا ینجس، انسان مسلمان نجس نمی شود. یعنی این که انسان در حالت جنابت باشد معنیش نیست که بدنش نجس هست، نباید به یکی دست بده، سلام علیکی بکنه یا بخوره، مثلا آشپزی بکنه، کاری رو انجام بده، مانع این گونه موارد نمی شود. و نکته دیگری که از این روایت فهمیده می شود این است که اگر یک فردی غسل جنابت را به تأخیر انداخت تا زمانی که منجر به ترک نماز و قضای نماز نشود، باز هم از نظر شرعی اشکالی ندارد. ثابت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم احیانا مثلا شب در حالت جنابت میخوابیدند، غسل نمیکردند تا مثلا فجر، بعداً غسل میکردند و نماز میخواندند. خود تأخیر غسل جنابت از نظر شرعی اشکالی ندارد مگر در صورتی که منجر به ترک یک فرض یعنی نماز بشود. یک توضیح در مورد این که چرا بعضی از علما میگند که بازی پابجی حرام است. ببینید، ما در مورد بازی و سرگرمی از نظر شرعی اشکالی نداره، جایز هست بازی و سرگرمی. الان تفاوتی نداره که این بازی مثلا یک بازی فیزیکی و عملی باشه یا مثلا یک بازی و سرگرمی فکری باشه یا مواردی مثل بازی های کامپیوتری و موارد دیگری مثل پابجی و دیگه که هستند. از نظر شرعی اصل بر این است که اینها حلالند و جایز هستند مگر در صورتی که منجر به یک گناه بشوند، مگر در صورتی که منجر به یک گناه بشن. به طور مثال اگر قرار باشه که پابجی بازی کردن شما منجر بشه که نماز رو ترک بکنید، منجر بشه که به پدر و مادرتان بی حرمتی بکنید، منجر بشه که مثلا به شریک زندگی خودتون مثلا بی اعتنایی بکنید و پرخاش بکنید یا مثلا مواردی از این قبیل، خب قطعا به خاطر این که این بازی شما سبب شده که یک گناه دیگر، یک کار ناشایسته مرتکب بشی، به این خاطر حرام است. اما خود بازی در صورتی که محظورات شرعی در اون نباشه، به این معنی که مثلا خود بازی دعوت به گناه نیست، دعوت به کارهای مثلا خلاف شرع نباشه، اختلاط دختر و پسر به طور مثال نباشه، حرفهای ناشرعی و رکیکی به هم دیگه گفته نشود، خود این بازی از نظر اصل این است که جایز هست مگر در صورتی که منجر به این بشود که شما در واقع یک بی‌حرمتی یا گناهی رو مرتکب شده باشید.
آیا اگر روز زن کادو بدهیم گناه است؟ نمیشه گفت که گناه است، اما واقعیت این است که انسان باید در این زمینه سعی بکنه که مناسبت‌های دینی را بیشتر مثلا مد نظر قرار بگیره. مثلا در روز عید مثلا هست، عید قربان هست، عید فطر هست، یا به مناسبت‌های دیگری در واقع هدیه بدیم. اما این که فرض کنیم در فلان کشور یک فردی معلوم نیست بر چه اساس یک روزی رو تعیین کرده که نمیدونم روز زن هست، روز مادر هست، روز پدر هست و روز شوهر هست و روز فلان هست، ما اینو بیایم فرهنگ دیگران رو تبلیغ بکنیم و بر طبق اونها حرکت بکنیم، این یک عمل در واقع زیاد زیبایی نیست. اما نمیشه گفت که به صورت کلی حرامه. اگر کسی در این روز به زن خودش مثلا عادت داره در یک شهری هست و هدیه داد، نمیشه گفت که حرامه، نباید به اصطلاح هدیه بدید. اما سعی بکنیم که مناسبت‌های دینی و اسلامی خودمان را بیشتر اهمیت بدیم و چیزی رو که دیگران بر ما تبلیغ میکنند و به اصطلاح در میان جامعه ما رواج میدن، سعی بکنیم که این نادیده به هر سوی و هر سمتی نرویم. خب دوستان عزیز و ارجمند، از خدمت شما مرخص میشم و تا فرصتی دیگر شما رو به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.